گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی پوستی داریوش رحیم‌زاده عشق ناتمام. قسم 8. نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. به آسمان می نگریستم که تیزتر شب شود، اما گمان می کردم که آفتاب بالای سرم ایستاده از جایش نمی جنبد. به من با استهزا می نگرد، با نگاهی آتش مانندش بیرحمانه به حال من می خندد. وقت گذرد گفته زین و افضال و خورجین را تیار و اسب را با محبت کشاغو یعنی سیله با آهن دندانداری مخصوص می کردم. مادر بیچاره هم کارباری مرا دیده گمان می کرد که محض به خاطر سخنهای وصیت آمیز او من این کارها را می کنم. چشمانش را از گریه پاک کرده کوشش می کرد حالی مصیبت انگیزش را به من نشان ندهد. به کارباری خود که هیچ وقت پایان نداشت مشغول بود. به یادم گوسفندی گفتگیش رسید. آن را کشتم. گوشتش را میده و نمک کرده در 2 طبق کلان در آشخانه نزد دیگدانش گذاشتم. هیزم میده کرده تگ آتشدان ماندم. به خود گفتم هیچ نباشد، پیش مهوش دست خالی نمی روم که از افتش از همه بد می دیدگیش دست کوتاهی کسی هست که به او و خیرامانش دست درازی می کند. شب شد. کمال آمد. از گوشتای بریان کرده مادرم 1 طبق با 2 نانی شگناوی کلان گرفته در خورجین جا کردم. مادرم، بچم، این خیل نمی شود. من برای تو کلچه و فطیر هم پختم. همه گوشتها را بریان کرده در طبقهای کلان گذاشتم که خنک شود. آچه جان، حالا من به هیچ کجای نمی روم. این گوشت و نان را با دوستان در همین نزدیکی ها یک جا می بینیم. تیز بر می گردم. بعد مصلحت می کنیم. کمال هوشیاری کرده حالا بر وقت. اقلا نیم ساعته که دیگر صبر کنیم. مردم از نماز شام از مسجد برگردند. هر دوی ما و سمت حرکت را نبینند. حالا حواس همه بیجا، گفت مثل کلان ها. من زود به هوش آمدم. سخن کمال را معقول دانستم. بعد زیادتر از وقت گفتگی کمال اکا انا رویم هم می شود گفت آهسته. به اسب سوار شده کمال را در پشت زین گرفتم. فراموش کردم. یک دم صبر کن گفتم. از اسب پریده فرآمدم. آن 2 مشک برگک های زردک شرط و نرخ و نوای مهوش را حتی از آن زیادتر را در یک روی مالچه خوب بافته شده گرفته در میان محکم بستم و ما براه برآمدیم. بعد تخمیناً 1 ساعت رسیدیم. من می کوشیدم که رسم به خیرامان عزیزم به سلامت و بیرهانم خود را از این ملامت. اما چون به آن غار بی‌تگ نزدیک شدیم آنجا دیگر کسی نبود. من اینان و اختیار خود را از دست دادم. گمانی واقعی من آن بود که ملا روزی بچه باز کار خودش را کرده است. خیرامان را دریافته است و 1 عمر دیگر من او را نمی بینم و گفتم فریاد که از 6 جهتم راه ببستند. آن خال و خط و زلف و ره و عارض و قامت. کمال حالی مرا دیده حالا ایست. سراسیمه نشب گفت. در تاریکی شب گویا سوزن می کافته باشد. شمع را روشن کرده جایی که خیمه گذاشته بودند و اطراف آن را جیدن از نظر می گذرانید. تعجب کردم. من هم از اسب فرامده به اختیار از پس او می گشتم و عاقبت پرسیدم کمال عقلت را گم کرده ای؟ در تاریکی در این غار دیگر چی می کابی؟ کمال خاموش باش اکای ساربان. عقل گم کرده یگان چیز نمی کابد گفت. ناگهان در پایین آن دوره‌ای که
خیمه مهوش زده شده بود، توده نه چندان کلان خاکستر را پیدا کرد. با نوک چوب آن را کافتن گرفت. تعجب من باز هم زیاد شد. گفت نه، لخچه ندارد. بر وقت رفتند. کمال به این طاقت نکرده دست به خاکستر زد. یک و یک باره آه، حالا هم خاکستر گرم. یعنی رفتند، اما نه اونقدر دور. اگر آنها را آدم‌های احد مخصوم نبرده باشند، در همین غار هستند. جای عوض کردند. پنهان شدند. اکا من پیاده پیش تو با اسب از قفای من بیا. اما بی سراسی مگی. از اسب احتیاط باش. مهتاب شب است. به گوشهای اسبت دقت ده. ببین پیراهه تا حال خلاص نشده است. گفت و به آهستگی در دست چوب به پیش حرکت کرد. کمال جان، در نامت مرم. تو را خدا از کجا به من مددگار فرستاد؟ این لشکر غم دل مرا خراب کرد. آن غایب از نظر را پیدا کن. با درد صبر کردم. با دلم دوا نما. همین طریق نیم ساعت یا زیادتر به غار درونتر رفتیم. دیگر نور مهتاب هم نهایت خیره به نظر می رسید و راه ما تاریکتر می شد و امکان حرکت مشکل. ناگه حرکت اسب تغییر یافت. اندک در جایش ایستاده، سر خم کرده، با پای راستش زمین را زده و خراشیدن گرفت. من اکنون چیزی گفتنی بودم که کمال خاموش. در همین نزدیکی ها اند. آواز پای ما را شنیدند. همگی می گریزند. خود را به یگان بلا گرفتار می کنند. دیگر ما آنها را هیچ وقت نمی یابیم. از این تخمین کمال من روح گرفتم. اعتقادی من به عقل و فراست این بچه که جوان هم باشد، اما غیرت 10 جوان مرد را داشت تا حد نهایی بالا گرفته بود. با او گفتم کمال جان، نامی من ساربان باشد هم ساربان زندگی من تو شدی. اکنون گویا باور کردم که خیرامان من در همین نزدیکی ها است. گفتم تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست زیدامان بدارمت. کمال گفت اکا آواز بلند نکن، زیرا شخصانی که ما در تلاش آنهاییم به صدای تو هنوز بلد نیستند. سالهاست که مهوش و شربت آسیابان نیم آواز مرا مخصوصا در شبهای تار می شنوند و می شناسند. آخر آنها تقا و خواهرزاده هم گفته پیقی کرده خندید. کمال پیش اسب ماند. گویا به مصلحت و مهربانی باشد خواست کمی او را پیش راند. اسب به او گوش نداد. در جایش ایستاد. گوشهایش سیخ، اما سرش اطاعتکارانه سوی زمین بود. به من گفت صاحب سمن تو هستی، کنی تو مثل من به او اشاره کن. همچنان کردم. اسب گویا عذر می پرسیده باشد سری خم نجنبید. کمال کسی این اسب را سمن نام کرده است. 1000 آفرین. او فقط با یک قمچین پیش می رود. می داند که او را نفهمیدند و خلاصه برآورد. مهوش اینجاست. اگر یگان بیگانه دیگر نباشد. و خودش کمی با آوازی بلند اکای شربت، اکای شربت 2-3 بار گفته گویا دم گرفته باشد. به گوشهایش کف دستانش را علاوه کرده با دقت به هر طرف گوش انداخت. دیگر آواز نبرآورد. دمی نگذشته طرف چپ از مقابل نورهای نهایت خیره مهتاب آواز شرخ شرخ شنیده شد. آن روزها رفتند. من ترسانچک نباشم هم کمال را نمیدانم. خودم ترسیدم. آواز تا رفت نزدیک شد. قامت حضربی آسیابان نمودار گشت. جان در تنم در آمد. ای کمال، از تو گریخته نمی شده است. گفته خندید. زمان همینه که خدمت گذشت، قیمت گذشت گفتند. وقتی که تو و مهوش مرا می کافتید آبی چشم می کردید. اکنون پسی سر شد. هوشیار باشید. حالا بین من به شماها بسیار در کار می شوم. بردبارانه پاسخ داد کمال.
من شما را بر وقت دیدم، اما جرأت نکردم. نفهمیدم که انیق شمایید. رفتیم. راهنمایی کمال را عوض کرده. به دل گفتم عاشق و مخمور و مهجورم، بوتی ساقی کجاست؟ گو که بخرامد که پیش سروی بالا میرمد. شربت آسیابان گفت ما از همه گپ خبر داریم. به این سو گریخته پناه بردیم، اما نمیدانم تا کی اینجا میمانیم و تقدیر ما چی میشده باشد. ما را دعای ملا دگر گرفت چی؟ انا رسیدیم. خبر داد او. مهوش ما را پیشواز گرفت. اوضاعش مثل پیشینه خوش نبود. از آن آهو روشی و کب خیرامی که صرف نظر از سین و سالش به گفت او در پیش من صغیره هم از جلوه آن استحاله نکرده بود اثر دیده نمی شد. برای او بر این زنی که به خراج مملکت می ارزید چی کند که طینت اصلی زمانه بدگوهر افتاده بود. بیایید اول خوب تلخ کفمان کردید گفته ما را گویا به جای دعوت می کرده باشد. و سخنش را ادامه داده سیر غم ما در دهنی عام شد. گویان گریه سر کرد. بعد کمی ایستاده از این مولای بی‌ناموس خلاص شده گمان می کردم آزاد و آرام نفس می کشم. یگانه دخترم را با آرزو و هوس‌ها خانه‌دار می کنم. خودم روزگار می بینم. اما به تقدیر بعد باد گل رعنا یک عمر ما را صرف نظر کرد. به باقی حیات سوخته دل ما همه فصل باد خزان مهمانی اندرمان شد. امروز را ببین که باسمچی دزد و راهزن سراغه ما را با شمشیر میکابد و مرا میان خاص و عام شرمسار کردنی است. به این هم بدنامی مجبوری من هم کم نیست. به من مراجعت و به آسیابان اشاره کرده گریه آلود. تکیه به آسیابان بیکس و بیچاره و بی خانه و در. تکیه به باد صبا است کی ما را میخوراند میپوشاند. مگر کی گدایی؟ اکنون تقدیر ما به باسمچه رهگذر افتاده است. بغیر از آسمان سنگین به کی مراجعت کنم؟ خدایا همه خاموش ماندیم. کمال اپرجان گریه نکن. دل ما هم از سنگ نیست. ما به اندیشه نجات پیش تو آمدیم. یک جای فکر میکنیم چی باید کرد؟ علاج کار را میابیم. میدانم همگی گشنه شده ایم، مخصوصا شماها در این غار بیتک. راستی گپ ما هم که با اکای ساربان از صبح این خبر شومی آمدی باسمچی ها و کافت و کاوی شما را شنیدیم آب از گلوی ما نگذشت. ما با خود کمی غذا آورده ایم. اول نان بعد ایمان گفتند. بید آن را با هم بینیم. گفته طبق دسترخوان پیچ را روی شالچه نیم داشتی در زمین گسترده شده گذاشت. اما مهوش آرام نمی گرفت. آهنگ گفتار را اندک دیگر کرده با لحنی کشاده تر. علاج میگویی کمال؟ علاج هست. علاج در دست این بای بچه. آرمان را علاج ساربان است گفته دستی مرا کشیده از دوره بیرون برد. مثل پیشینه در یک دست شم 10 قدم دورتر رفتیم. خوش گپ زن. آن دفعه به تو گپی کفر زدم. آقسقالها را دیدی کیها بودند؟ هم زر میبرند، هم سر و هم دختر. انتخاب در دست تو است. آوردی. مهوش زری سرخ طلای شگناو را منظور داشت. آری آوردم. اپای مهوش آوردم. با هیجان و قاطعیت گفتم من. کو برار حریصانه امر کرد مهوش. احتیاطکارانه بسته میان را کشادن گرفتم. می دیدم که مهوش مثل پیشک جنگلی گشنه که ماها لقمه روغنی را ندیده است چشمانش را به هر عمل دستان من دور می زناند. نفس کشیش تغییر می یافت. پیشش روی زمین روی مال را کشادم و زری سرخ از جلای بی آلایشش رخساره های مهوش را زیادتر از شم روشن کرد. با چشم خود می دیدم این زنک صاحب جمال که مثلش در عالم نیست از عائله کمبغل
در 13 سالگی پیش مولای دستنیگری زحمت ندیده افتیده فقط از حساب مردمی کار افتاده بیچاره رهگم زده ناعلاج زندگی کرده، بعداً به یک پارچه نان زار شده هم خود هم آسیابان و هم 2 کودکش را در قحطی و ناداری نگاه بین کرده است. تا کدام درجه تشنه دولت و سهولت است. از لحاظ دیگر با وقاری، سربلندی و مردانگی مادر خودم به یادم می رسید. او نمی دانست پدری من زر و زیور دارد یا نی، که بچی ناز می کند و سرفرازی دارد. شب و روز مثل غلامان مهنت می کرد. ما کی خواب کردن و کی از خواب خستن او را نمی دیدیم. حتی نمی دیدیم کی ناشتا و چاشت و شام می خورد. را می فهمید که هر کس با ثمر مهنت و زحمت خود قناعت کند، روزگار برد، شکر گوید. چگونه مادری من بار اول زر سرخ را دیده بود و چگونه مهوش آن را می بیند از خیالم گذشت. و گویان مهوش مرا به آغوش کشیده به سر سینه‌اش سخت زیر کرد و تا دیر سر نداد، به اندازه‌ای که تپش دل و نفس کشی با هیجانش را خوب احساس می کردم. زر را اول پنجه، بعد با حساسیت از مشت و مشت دیگر گرفت. بعدتر خودش با احتیاط و سراسیمگی آن را پیچانید، گریه کرد و گفت: ساربان جان، تو به من مال می دهی، من به تو جان. بدان قدر کدامی آنها گران. به تو گفته بودم این از نوگ خمیر فطیر، باقی مانده اش را بعد می دهی. دانسته باش که گفتند به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن این کاری ما نرسد. البته نزد شما طیلاکارها و بای بچه ها حسن فراشان به جلوه می آیند، اما کسی نیست که در حسن و ملاحت به خرامان من رسد. او دختر یک جهت، اشاره به بیکر بودنش، گوهر یک دانه دنیاست که به تو و تو را به خدا می سپارم. خلاصه‌اش را اعلان کرد مهوش، اما بیباکانه از دست من سوی خودش کشیده با چشمان نرگس جادوی آتشبار و مژگان خمیده افسونکارش راست به من نگاه کرده علاوه نمود: مهوش، گفتم و باز می گویم، به این کارت بود نمی شود صغیره. تا گرفتن زر ساربان جان و بای بچه بودم. خدمت رفت، اسمت رفت، از دل گذراندم من. اما فکر کردم باقی نیست. مهوش قرار خود را به من اعلان کرده بود و امید داشتم که روز هجران و شب فرقت یار آخر شد. در یک لحظه نگاه خمار چشمان مهوش هم تغییر یافت. او نمود جدی گرفت با آواز پست اما قاطعانه: ساربان، من وعده خود را اجرا می کنم. شرط اول آن که چیز و ناچیزی که به من دادی نه تنها از آسیابان پایلوچ بلکه از فرزندی من خرامان هم تا وقت زمان داری پنهان دار. من حالا جوان هستم. روزگار آینه را محتاج خاکستر کند. زندگی من با آسیابان از مجبوری است. من زن هستم. باز زندگی کردن می خواهم. خدا به من حسن داد، بخت نداد. تا زندم آن را جستجوی می کنم. شم را به دست من داد. کمی دورتر رفت. امر کرد که من روی گرداندم. همچنان کردم. معلوم که در یک لحظه برقوار زر را اسلحه کرته به کمر بست. چون بازگشت به مهوش ناعیان نگاه کردم. در میان باریک این زن بدبخت 2 مشت زر هم از خود نشانه باقی نمی گذاشت. بیا پیش آنها رویم، با وقار امر کرد مهوش. بوته ها را 2 نیم کرده به سر دسترخوان رفتیم، اما مهوش یک و یک باره حق حق به گریه در آمد: ساربان، کمال جان، زمانه به سر ما بدبختی آورد. از این بلا خلاصی نیست. امروز توانی و ندانی، فردا دانی و نتوانی. دیدی دوباره گریزه شدیم. اول از دست مولای گرسخته، اما امروز از دست این باسمچی های غدار مردار. به خاطر یک و یگانه دخترم. من بخت ندیدم. گمان کردم دخترم
بدبخت می شود. اما روزگار را بینید. وقتی مرا مولای پیری سنف دزدید، وقتی دخترم را راهزنهای امیر بخارا و او را یک عمر به کجاها می برندش فقط خدا می داند. در جوهر گریه مهوش یک نوع ساختکاری هم نمودار بود. گریه عادی او به های های گریستن مبدل گشت. از دل گذراندم. عجب، زن تواند می خندد وقتی خواهد می گرید. ما او را آرام کردیم. وقت می گذرد. تیزتر خیرامان را بیارید. فرمان داد مهوش. شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر عابدجان سیدزاده. انجام قسم 8.